بخشیدن اخلاق خداست. کسانی که بخشیده میتوانند بنده دوست داشته خدایند. انسان برای بخشیدن باید اول خاکسار مثل زمین باشد، چون که زمین چقدر افلاسی های را که گرفته است هضم کرده به چیزی فایده ناک مبدل میگرداند. کسانی را که بخشیدی میکشند که دیگر خطا نکنند. کسانی که بخشیده نمیتوانند قدر اصلی انسانی را نمیدانند، اسیر خشمشان میشوند. خشم مثل چرک است، کفی در ریختن میخواهد، بوی بدش را به هر طرف پهن کردن میخواهد. روحشان افلاس شده بود، فکر میکردند که چرکشان بوی خوب میکند. از خون چرک کدام دریا صاف مانده بود. یک جای بودن هنر نیست، یک جای زیستن هنر است. جان به جان بودن هنر است. برای این کمی وجدان، کمی جسارت و کمی عشق داشتن کافی است.